دو تا جوان در شهر قندهار طالبای قندهاری گیر میکنه که اینا که تو حکومت قبلی کار میکردن و یا میگن ما کل را بخشیدیم. کار میکردن، این دو تا را دستگیر میکنن، یکیش در موتر وقت انداخته شده، دیگهش هم در آل انداختن هستن. اما همی بچه دوم ای خو میفهمه که مرا بگیرن یا میکشن، چون در قندهار همی شبکه طالبای قندهاری یا بسیار وحشیانه عمل میکنه. ظاهرا یا عملا باید می بود که پکتیاوالا که شبکه حقانیست یا باید بسیار وحشیانه حرکت میکردن. برعکس طالبای شبکه حقانی بسیار ملایمتر رفتار میکنن. در کابل و در هر جایی که هست طالبای شبکه قندهار که باید نرمتر می بود برعکس بسیار وحشیانه عمل میکنن. که همین آقای که پیشتر همی جا میزنه که کلم را ولری که مچم ازی یا هم از مکلانا ازواست. اینا همی دو تا بچه را که گیر کردن، یکیش خودم موتر شده، اما ترکایی کدام چیز میگه که طالبا، ولی دیگهش فکر میکنه که کثافت ها خمره میکشه، اما تو یک شلغت میزنه که بگروزه، سلا نداره، هیچ چیز نداره، میخواه بگروزه و در اینجا یک 20 تا طالب کلش مسلح است، یعنی مجبور نیست که توی را بزنی، میتونی که یک چند قدم بده و پس میگیریشه. اما سعی کنین وحشت ها، یعنی قانون الله است، شریعت یعنی قانون الله که میگن این باز اینمو قانون الله را سعی کنین که بیچارهش است که در اوجه وقت انداختش در موتر و دیگه شم با می رقم سعی کنین دومشه ولی صدق سیدی بود دومش شلغت زد که بگروزه، چپش کردن اینجا یک 20 نفر طالبه، یه جای گریختان بیچاره نمیتونست.